از همدیگر تأثیر پذیرفته و اقلیم اهواز در ایران نیز جدا از این قاعده نبوده و نخواهد بود. تأثیرات عمیق این تحولات مداوم به دلیل وجود فضای خفقان و پلیسی امنیتی دائمی رژیم ایران بر اقلیم اهواز شدت بیشتری داشته. از این سرکوب‌ها به عنوان مشتی از خروار میتوان به این موارد اشاره کرد: عدم تجمع بیش از 3 نفر، قلع و قمع کلیه نهادهای مدنی، حتی بستن کتابفروشی‌های عرب، ایجاد پست‌های بازرسی، دستگیری‌های ممتد و به بهانه‌های واهی، بستن اینترنت، قطع تلفن و در مناطقی قطع آب و برق تا فیلترینگ کلیه سایت‌های سازمان‌های عرب اهواز و غیره. اما در دنیای مدرن امروز که با انقلاب انفرماتیک و ارتباطات دنیا به مانند دهکده‌ای کوچک شده، محاصره و امنیتی کردن کلیه شهرهای اقلیم اهواز عربستان ایران توسط نظام امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را مردم دور زدند. اقدامات رژیم مانع از آن نشد که صدای آزادیخواهانه و دیکتاتور برانداز ملت‌های عرب در آفریقا و خاورمیانه به اطلاع مردم عرب اهواز در ایران نرسد. در اوضاع و احوالی که اقلیم اهواز زیر چکمه‌های حکومت تهران هر روز را با فریادی برای آزادی فردای روشن به شب می‌آورد، در 25 اردیبهشت 1384 15 آپریل 2005 با توجه به خطر مرگ و آگاهی از اینکه ممکن است که تعداد زیادی کشته شوند، مردم عرب جهت اعتراض به خیابانها آمده و در تظاهراتی مسالمت آمیز و دموکراتیک خواستهای به حق خود را که همانا حقوق از دست رفته سیاسی، اقتصادی و فرهنگیشان طی 86 سال اخیر بوده مطالبه کردند. اما جواب حکومت آخوندی همانند حکومت شاهی چیزی جز گلوله و مرگ و شکنجه و زندان نبود. با نزدیکی روز 25 اردیبهشت 15 آپریل که روز انتفاضه مردم و جوانان عرب اهواز بود، جمعی از فعالین سیاسی مردم اهواز را دعوت به تظاهرات کردند که با همه خطرات جواب مثبت گرفتند. در این زمینه کنگره ملیت‌های ایران فدرال ضمن حمایت قاطع از هر گونه حرکت اعتراضی مردم از جمله در هر منطقه از اقلیم اهواز که اولین قربانیان سیاست‌های اسلامیسیون و اعمال ضد بشری پاکسازی قومی رژیم بغایت ضد عرب در تهران بوده و هستند، از کلیه سازمان‌های حقوق بشری و مدنی داخل و خارج می‌خواهند که از مظلومیت مردم و جوانان عرب اقلیم اهواز عربستان ایران و مطالبات به حق آنان حمایت کرده و کشتار مردم عرب را که تا این لحظه به 15 شهید و بیش از 38 زخمی و صدها بازداشتی رسیده محکوم نمایند. کنگره ملیت‌های ایران فدرال مسئولیت هر اتفاق و ریختن هر خونی از مردم اهواز را متوجه نظام حکومت منحوس و ضد عرب اهوازی ایران در تهران می‌داند و هشدار می‌دهد که اعمال خشونت‌آمیز علیه مردم و جوانان عرب باید متوقف گردد. به یقین مردم اقلیم اهواز عربستان ایران نیز به مانند گذشته از مرگ هراسی ندارند و برای تحقق آرمان و گرفتن حقوق فرهنگی و سیاسی خود همانند سایر ملیت‌های اسیر از تمام سطح‌ها خواهند گذشت. این اطلاعیه کنگره ملیت‌های ایران فدرال در خصوص اعتراضات مردم عرب اقلیم اهواز بود که در 20 آپریل 2011 منتشر شده. بینندگان عزیز، گرمترین سلام‌های ما را پذیرا باشید. با برنامه صفحه دیگر از طریق تلفن و با مهمانان برنامه یاسین اهوازی، فعال سیاسی و حقوق بشری عرب اهوازی، و حامد کنانی، دبیر مرکز پژوهش عربستان ایران، مسائل مربوط به اعتراضات مردم اهواز و منطقه رو مرور خواهیم کرد تا بدانیم در صفحه امشب صفحه دیگر چه می‌گذره. همچنین عرض سلام و ارادت
خدمت جناب آقای حامد کنانی. آقای کنانی سلام عرض شد. آقای کنانی سلام عرض شد. خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون تشک. خیلی ممنون. آقای کنانی، به عنوان اولین سوال از جناب عالی، به نظر جناب عالی اعتراضات مردم اهواز از کجا سرچشمه میگیره و خواست مردم عرب اهوازی چیه در واقع؟ خواست مردم یا ملت عرب عربستان همون خواست تمام ملیت‌های موجود در نقشه ایران هستش و در منطقه عربستان ممکن است که ستمی که امروزه بر تمام مردم ساکن ایران روا میشه اونجا یا مضاعف هست و رنگ دیگری نجات پرستی و عرب ستیزی به خود میگیره. خواست تمام مردم در عربستان، در کردستان، در بلوچستان، در آذربایجان جنوبی و ترکمن و حتی مناطق فارسنشین آزادی و زندگی در عصری که واقعا اونها در اون به سر میبرند. قوانین کهنه‌ای که امروزه بر جامعه ما حاکمه و اون نگرش دیگر ستیزانه‌ای که در گفتمان سیاسیون تهران موجوده، این باید از بین بره و مردمی که تو ایران هستن همچون تمام مردم کشورهای متمدن از حقوق انسانی خود، حقوق فرهنگی خود، حقوق دینی خود و حقوق میهنی خود برخوردار باشند. فکر کنم خواست ملت ما همون خواست ملت‌های تحت ستم در ایران می باشه. بله. آقای اهوازی، به نظر جناب عالی مطالبات مردم عرب در ایران چیه؟ با سلام به شما و بینندگانتان. می‌دانید که این ستم‌هایی که بر مردم عرب اهواز و عربستان ایران روا میشه محصول امروز و دیروز نبوده، بلکه از فردای هجوم رضاخان با وسیله ارتشش به اقلیم عربستان که حاکمش شیخ خزعل الکعبی بود، شروع به سرکوب مردم و به اصطلاح محو تمام آثار فرهنگی و به اصطلاح زدودن هر چیزی که به نام عربیت داشته شروع کردن و با سیاست‌های آسیمیلاسیون خودشون سعی کردن که به اصطلاح هویت کشی بکنن تحت همون لوای سیاست رضاشاهی که همون یک به اصطلاح تئوری یک ملت یک دولت بود. و طبعا برای ایرانی که دیکتاتورها بر آن حکومت می‌کردند و دنیا از اوضاع احوال ایران در اون زمان بی‌خبر بود، سیاست یک ملت یک دولت چیزی جز غیر از کشتار و به اصطلاح سرکوب‌های ممتدی که تا امروز ما شاهدش هستیم نمیتوانه باشه. اما مقاومت مردم در اقلیم اهواز یا عربستان ایران طی دوران کنون و به خصوص در عرض این 30 ساله و به خصوص در عرض 10-15 ساله که به دلیل به اصطلاح وجود انقلاب انفرماتیک و وجود تلویزیون‌های ساتلیت از وجود و به اصطلاح خبرهای جهانی و تمام مسائلی که در طول هوش منطقه میتونه رخ بده با خبر بودن تونستن صدای حق طلبان خودشون که همون به اصطلاح خواسته‌های حداقل خواسته‌های فرهنگی و سیاسی بود را به گوش جهانی و همونطور از مسائل جهانی را به گوش مردم اهواز برسونه. جوانان اقلیم اهواز همونطور که آقای کنانی عزیز گفتن طلبات خاصی نیست که از کره مریخ آمده باشه، همون طلباتی است که هر انسانی که میخواد به راحتی یک لقمه نان داشته باشه و زندگی آزادی داشته باشه و تحت تعقیب به دلیل گفتن به اصطلاح حقم یا به دلیل گفته کلمه فرهنگی سیاسی سرکوب نشه و به زندان نیفته و اعدام نشه هستش. میدانید که
رژیم همیشه به وسیله همونطور که در اطلاعیه خوندی به وسیله اتهامات ناروایی چون تجزیه طلب، خائن، جاسوس و غیره فعالین فرهنگی و سیاسی ملیت‌های ایران را چه در کردستان و چه در بلوچستان و چه در اهواز و جا و ترکمن و آذربایجان اعدام میکنه و زندانی میکنه. ولی همونطور که دوستمون اشاره کرده متاسفانه در منطقه ما و همچنین در بلوچستان و کردستان کمی شدیدتر هستش این مسائل به دلیل به خصوص هم این مسئله عرب ستیزی تبدیل شده به یک بافت به اصطلاح فکری و وارد ادبیات ایران شده که از زمان رضا شاه شروع بوده و این عرب ستیزی که در ادبیات وارد شد متاسفانه به شدت به اصطلاح هجوم و سرکوب را در منطقه ما از اونجا هم که دارای ذخایر نفتی و گازی عظیمی هستش و به اصطلاح منطقه استراتژیک برای حیات دیکتاتورها در ایران بوده، لازمش این بوده که هویت این مردم باید نابود بشه و نابودی هویت مردم هم بدون سرکوب و خشن هم نمیتونه ادامه داشته باشه. اما در این زمان گفته شد دیگر زمان 40 سال 30 سال یا 20 سال پیش هستن نیست و الان جوانان و مردم اهواز به حقوق خودشون آشنا هستند و برای به دست آوردن حقوق خودشون کلیه مبارزات دموکراتیک را امتحان کردن و باز هم در همین راه همونطور که در اطلاع بوده است تمام صدها همراه با ملیت‌های دیگر خواهند گذشت. بله. آقای کنانی، آیا واقعا عرب‌های ایران تزیه طلبن؟ در زبان فارسی به چیری هست که میگه درس معلم عرب و از زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. اون سازمانایی که امروزه شعار استقلال و جدایی از ایران میدن در واقع تشکیل دهنده این سازمان ها و کسانی که اینها رو به این طرف سوق دادن و به این جهت سوق دادن همون مرکز نشینان غارتگر تهران هستند که نتونستند در طول 86 سال از اون روزی که رضا میرپنج با اون نیروهای قزاقش اومد در 20 آوریل 1925 و از طریق استفاده از نیروهای نظامی اومد شیخ خزعل حاکم عرب این اقلیم رو دستگیر کرد و به تهران برد تا به امروز نتونستن دل و خواسته های مردم رو به دست بیارن، خواسته هاشون بدن، حقشون رو بدن، در برابر اونها عدالت و انصافی اجرا کنن و در نتیجه این عدم توجه و این ظلم و ستمی که بر این مردم روا میشه طبیعیه که یک سازمان های هم پیدا بشن و خواهان جدایی و خواهان عدم مشارکت در یک کشور با مرکز نشینان غارتگر این 8 دهه نمی باشند. وجود جوانان یا سازمان هایی که خواهان جدایی از ایران طبیعیه و این در واقع سببش همون سیاست های عرب ستیز و ظالمانه ای که در حق این مردم اجرا بوده. منتها همین مردم بودن، همین سازمانهایی که امروزه خواهان جدایی هستند در سال 1997 اینا بودن که دنبال رو اصلاحات آقای خاتمی بودن. آقای خاتمی اون موقع بیشترین آرا رو در صندوقهای ایران در منطقه عربستان به دست آورد و این مسئله جنگ با ایران عراق هم سند دیگری است. همین مردم بودن که در انقلاب 1357 اولین جرقه انقلاب در آبادان و رکس آبادان اونجا شروع شد و بعد پالایشگاه و صنعت نفتی که به کارگرانی که اعتصاب کردن، همین مردم بودن که در جنگ ایران و عراق بیش از 12,000 شهید در دفاع از ایران دادن. همین مردم بودن که خاتمه رو
به اصطلاح در انتخابات پیروز کردن. بالاخره همین مردم، ولی همین مردمی هستن که واقعا از وعده وعیدهای آقایون خسته شدن که الان سرخورده و خواهان جدایی از ایران باشن. منتها قشر روشنفکری که موجوده، بیشتر مردمی که موجودن خواهان حقوق متساوی، حقوق حقی که واقعا لایق هر انسان در یک ایران دموکراتیک و غیر متمرکز هستند. ایرانی که در اون انسانی که عرب باشد حق دارد به زبان مادری خودش، به بچه های خودش، تاریخ خودش، افتخارات نیاکان خودش به بچه خودش یاد بده، زبان مادری خودش یاد بده، نه اینکه افتخارات قومی دیگر، قومی متسلط و تاریخ تحریف شده به بچه های خودش بده. دوستان فارس ما اگر در ایران خواهان آزادی بیان هستند، به قول آقای عزیزی میگه ما زبان نداریم، زبانمون در زنجیره، یعنی ما زبان نداریم که بیانی داشته باشیم. ما فقط تنها آزادی بیان نیست، بلکه آزادی زبانی که در زنجیر، در قل و زنجیر فرهنگ تک موجود در ایرانه. طبیعیه که مردم خسته شدن و طبیعیه که در هر جامعه افرادی رادیکال هستند و اینو بگم که تزییع طلبی ساخته و پرداخته اون تمامیت خواهانی هست که در تهران نشستن و واقعا هم فرهنگ خودشون و هم اوامر خودشون رو بر دیگر قومیت‌ها یا ملیت‌های موجود در نقش ایران تحمیل کردن و مسبب اصلی سیاست‌های غلط مرکزی تهرانه. بله، پس به گفته جناب عالی تزییع طلبی ساخته و پرداخته رژیم جمهوری اسلامی ایرانه برای اینکه دستش بازتر باشه برای سرکوب بیشتر. آقای اهوازی، به نظر جناب عالی خب سیستم ایران در آینده ایرانی آزاد چه باشه خوبه به نظر جناب عالی و مردم عرب اهواز از چه سیستمی دفاع میکنند و چه سیستمی رو میخوان برای آینده ایران؟ البته این یک بحث کلی است، چون نظرات مختلف وجود داره در بین سازمان‌های سیاسی عرب. اما چه که مربوط به اکثر و بزرگترین سازمان سیاسی اهوازی میشه و عضو کنگره ملیت‌های ایران فدرال هستش و حزب همبستگی یا حزب تضامن دموکراتیک اهواز عربستان هستش، عربستان ایران هستش. ما آنها معتقد به یک جمهوری دموکراتیک فدرال هستیم که در آن کلیه این خیلی اهمیت داره که گفته بشه وقتی صحبت از فدرالیسم میشه، یعنی اتحاد داوطلبانه کلی ملیت‌ها هستش که در آن کلیه حقوق اقوام و ملیت‌های ایران در آن رعایت بشه و هیچ قومی بر قوم دیگر برتری پیدا نکنه، چه از نظر فرهنگی و چه از نظر سیاسی. کما اینکه بزرگترین به اصطلاح نقش رهبری رو در این سیستم همون تقسیم قدرت سیاسی هم داره که بتونن خطوط سیاسی خودشون در یک مجلس مؤسسان به وجود تشکیل بدن و وجود بیارن. از این منظر کلیه شهروندان ایران از هر نژاد و زبان و قوم و دینی که هستن به حقوق ابدی خودشون و اصلی خودشون دسترسی پیدا کنن و بدون ترس از هر شانتاجی و یا سرکوبی به تبرور افکار اون خودشون بپردازن. منتها باید گفته بشه خب ما وقتی که در صحنه سیاسی ایران و به خصوص در صحنه اقلیم‌های ملیت‌های ایران نگاه می‌کنیم، به دلیل سیاست‌هایی که گفته شد، سیاست‌های به اصطلاح ضد ملی، ضد عرب، ضد کرد، ضد بلوچ و ضد ترک و ترکمن، به اصطلاح حکومت جمهوری اسلامی ایران و سرکوب‌های شدید، طبعاً باید واقع‌بین سیاسی بود و دید که در اونجا خب کسانی هستند که خواهان استقلال هستند این و یا جدایی هستند. این تفکر خود به خود به دلیل وجود همون سیاست‌های خشونت طلب و سرکوبگرانه رژیم هستش که درون بعضی از سازمان‌های سیاسی به اصطلاح ملی و اتنیکی نفوذ کرده و این یک واقعی سیاسی، چرا که به اصطلاح بر تفکر به اصطلاح من اصلا مخالف کلمه تزییع طلبی هستم
چون این همونطور که گفته شد این اتهاماتی است که رژیم برای پیشبرد سیاست‌های ضد ملی‌پرستی خودش و سرکوب‌ها به کار میبره. اما اونجا کسانی هستند که خواهان به اصطلاح جدایی استقلال هستند و این یک برداشت سیاسی هستش و باید به شکل سیاسی باش برخورد بشه. اما و همونطور که گفته شد خب این برداشت باید نتیجه‌گیری کرد یا باید تحلیل کرد چرا بعضی یا اقلیتی به این تفکر سیاسی رسیدن و نهایت وقتی آدم به سیاست‌های به اصطلاح نظام جمهوری اسلامی رو بررسی میکنه میبینه که خود نظام باعث میشه که بعضی از سازمان‌های سیاسی یا افراد سیاسی به این نتیجه برسن و طبعا رژیم هم از برای سرکوب به اصطلاح ملیت‌های ایران و دیگر به اصطلاح فعالین سیاسی و فرهنگی از این به اصطلاح لغت یا از این سیاست برای استفاده میکنه و مورد بهره برداری قرار میده. اما اکثر مردم به خصوص الان در مثلا انتفاضه اهواز وقتی ما الان شاهدش بودیم در اعتراضات یک شعار ما در فیلم‌هایی رو دیدیم و گزارشاتی که آمد و کلیه به اصطلاح خبرهایی که نقل شد آنجا مردم فقط شعارهای در به اصطلاح طلبات حقوق فرهنگی سیاسی و اقتصادی خودشون می‌کردن و در کنار اون هم شعارهای آزادی رو سر می‌دادن ولی شعارهای به اصطلاح استقلال طلبانه وجود نداشت. بله. اما خب تهمت‌ها چنان که دیدیم در جراید ایرانی و به اصطلاح وابسته و که وابستگی‌های به اصطلاح نیروهای امنیتی ایران دارن همین به اصطلاح شم به اصطلاح تجزیه طلبی رو به اصطلاح نصوص دادن و گفتن که به اصطلاح اینها یه مشت تجزیه طلب هستن و این اصطلاحاتی است که برای تمام مبارزین ملیت‌ها برای استفاده می‌کنن تا به اصطلاح وجه سرکوب را قانونی بکنن و توجیه بکنن. بله. البته یه سری از فیلمایی که از اعتراضات مردم اهواز گرفته شده البته به شیوه آماتور تصویر برداری شده ولی نشونگر این هست که در واقع مردم اهواز نمیخوان که تجزیه بشن و شعار آزادی و پایان سرکوب میدن. اگه صدای فیلم ها پخش بشه برای اینکه یه خورده صدا هست که در مورد بله بله این بخشی از فیلمایی بود که البته اینجا جا داره تشکر کنیم از آقای کنانی دبیر مرکز پژوهش عربستان ایران که این فیلم‌ها رو برای ما ارسال کردند و به گفته ایشون فیلمایی هستند که طی این چند روز از طرف افرادی فیلم برداری شده که در اعتراضات بودن. خب ما فیلم رو دیدیم آقای اهوازی ولی اینجا من میخوام یه اشاره‌ای داشته باشم به این موضوع. نفت در واقع برای مناطق و برای بیشتر کشورها خوشبختی میاره مخصوصا از لحاظ اقتصادی ولی برای اهواز و خوزستان در واقع
شده یک نوع بدبختی و به این خاطره که بیشتر سرکوب ها در این منطقه میشه و فکر نکنم مردم اهواز استفاده از نفع نفت در این منطقه ببرن. نظر جناب عالی در این خصوص؟ بله، یکی از بلایایی که متاسفانه گریبانگیر مردم عرب اهواز شده وجود همین منابع گاز و استراتژیک گاز و نفتی هستش که در اقلیم ما به سرشار در آن وجود داره و بیش از نزدیک به 80% طبق گفته وزیر نفت وزیر نفت خاتمی در سال 1384 حدود 81% از ثروت‌های ایران را حفظ می‌کنه. آقای سیدی نماینده خامنه‌ای که برای در ایام به اصطلاح برای نظارت بر عملیات به اصطلاح امنیتی به اقلیم اهواز آمده بود حدود همین یک ماه پیش علنا اعلام کرد که منطقه به دلیل وجود ثروتش و حفظ نظام دقیقاً همین کلمه رو به کار برد. این اقلیم یا هم به قول خودش خوزستان از اهمیت استراتژیک برای نظام برخورداره. خب تمام اینها نشان دهنده این هست که باید سرکوب‌ها شدیدتر باشه و هیچ نظام هیچ نوع حرکتی رو حداقل حرکت و تحرک و خواست هر چقدر که کوچیک هم باشه و فرهنگی باشه رو تحمل نمی‌کنه. به همین دلیل که شما در اول صحبتتون گفتی حتی اونجا مردم عرب اهواز نزدیک به 5 میلیون در اقلیم عربستان ایران حتی یک کتابخانه عربی که کتاب فروش عربی داشته باشن وجود نداره و آخرین شد که خبر داره 2 سال پیش که در شهر اهواز بستن و 34 نفر را دستگیر کردن که تعداد از اونها هم زن بودن. اما نکته اساسی اینه که میدانید که در زمان خاتمی به اصطلاح بعضی از نمایندگان شهر اهواز عرب به اصطلاح اقلیم یک پیشنهادی رو به مجلس اصلاحات، مجلس زمان آقای خاتمی، مجلسی که تحت تسلط آقای به اصطلاح اصلاح طلبان بود، کسانی که همین امروز به اصطلاح بعضیاشون دایه طرفداری از اقوام رو میزنن، طرحی رو به مجلس بردن که 1 تا 1.5% درآمد این پول سرشار نفت خرج مردم و اقلیم اهواز یا عربستان ایران بشه. یعنی 2 تا کارخانه بسازن، 4 تا جاده بسازن و جوانان برن سر کار، مثلا مؤسسات مدنی به وجود بیارن و از این قبیل کارهایی رو که در هر کشور ابتدایی هستش. اما این پروژه یا این پیشنهاد بعد از 2 تا 3 بار در حقیقت بار سوم که اصلا بحث نشد ولی 2 بار رد شد. یعنی اینا حتی حاضر نشدن که از فلوس ثروتی که متعلق به همون مردمی هستش که زیر پاهاشون قرار داره 1 تا 1.5% بدن که پولی هم نیست، یعنی کاری هم نمیتونن بکنن. تخمین زدن آن زمان تخمین زدن شاید بتونن 16% از بیکارها رو ببرن سر کار. اما می‌بینید که سیاست‌ها برعکس این عمل شد. نه تنها 1.5% درآمد نفت مردم داده نشد، بلکه سرکوب‌ها شدیدتر کردن و امروز هم حتی به گفته روزنامه مردم سالار یا خبرگزاری که به اصطلاح آبکی انتقاد کرده بود که هر وقت هم اگر مؤسسه یا به اصطلاح اداره احتیاج به کارگر یا کارمند داشته باشه به جای استخدام بومیان عرب متاسفانه از شهرهای مرکزی فارس‌نشین ایران میارن که با این هدف شما میدانید دو نشانه میزنن، هم به اصطلاح مردم جوانان عرب رو سر کار نمیبرن که وقتی که بیکار باشه تشکیل خانواده نمیتونه بده، وقتی تشکیل خانواده نتونه بده به اصطلاح روانه خیابان ها میشه یا دستفروش میشه یا به شکلی از یعنی نابود میشه. و از طرف دیگه هم با آوردن غیر به اصطلاح عرب و آوردن خانواده‌هاشون که ترکیب جمعیتی رو به هم بزنن، یعنی همون به اصطلاح سیاست قوم کشی و یا نسل کشی فرهنگی رو به طور غیر مستقیم اجراش میکنن که ترکیب جمعیتی به نفع غیر بوم یا غیر عرب های اهوازی به هم بخوره و به اصطلاح فارسا یا غیر عرب ها حد اکثر نفوذ سیاسی و به اصطلاح جمعیتی رو داشته باشند. و همین چیزی است که بعدها در نامه هفته فارس شد، همون که دولت گفت که به اصطلاح منکر شد ولی این نامه حقیقت مطلقه بوده. چرا که الان تا این لحظه با شما حرف میزنیم عمل و سیاست
دولت، عمل و تاکتیک های دولت در عرصه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی چیزی غیر از همین نبودی که بافت اجتماعی را در اقلیم اهواز به نفع غیر بومیان تغییر بده و سیاست سرکوب را در کنار آن برای خاموش کردن صداها تا این لحظه به اجرا گذاشته و مردم هم از ثروت خدادادی آنها که زیر پای آنها هستش هیچ نوع سودی تا حالا نبردن و چیزی هم گیرشان نیامده و فقر و بیکاری گسترده و بیش از 60% بیکاری به خصوص در بین جوانان و فلاکتی که حتی خود بعضی خبرگزاری رژیم هم به اون انسان دارن نتیجه همین سیاست به اصطلاح اسیمیلاسیون و ضد عرب اهوازی یا به کلی ضد ملیت های ایران تهران سیاست حکومت تهران هستش. بله آقای کنانی، چیزی که آقای اهوازی گفتند بیشتر این موضوع میرسونه که عرب‌های اهوازی خواهان نوعی فدرالیسم هستند. نظر جناب عالی در این زمینه چیه؟ فدرالیسم و عدم تمرکز دقیقاً تنها علاجیه که میتونه مسئله ملیت‌های غیر فارس رو در ایران حل بکنه. ما امروزه داریم میبینیم که در کشورهای عربی و جهان عرب یه تسونامی اونجا شروع شده که واقعا خیلی از کشورها رو مثل تونس، مصر و یمن و الان سوریه که لیبی با این مسئله درگیرن. این مسئله انقلاب هایی که تو کشورهای عربی موجود 100% به ایران هم میاد و البته امروز امر موسی دبیر اتحادیه عرب دقیقاً همچین چیزی گفتن. دقیقاً ایشون هم همینه گفتن و این مسئله که 100% ایران هیچ چاره‌ای و هیچ راه گریزی در پیش نداره مگر اینکه با آدمکشی و کشتارهای بیرحمانه و بیش از حدی میتونه آقای خامنه ای این سیستم رو نگه داره و در اون موقع سازمان ملل متحد به اصطلاح با دست بسته نمیشینه. 100% دخالت کشورهای و سازمانهای بین المللی رو به ایران میکشونه. من دارم یعنی دقیقاً میبینم که ایران واقعاً یه چالش بزرگی در پیش رو داره و خود سردمداران این رژیم الان در مخمسن. اینا خواه نخواه باید حقوق ملیت‌های غیر فارس رو توی ایران و همینطور حقوق ملت فارس رو بدن و تنها راه حلی که میتونه کشور ایران رو در معرض فروپاشی و ایران رو به یک جنگ داخلی نکشونه همون عدم تمرکز فدرالیسم میتونه وسیله‌ای باشه که تمام مردمی که در ایران باشن از حقوق متساوی در کنار هم دیگر کشوری آباد و دموکراتیک داشته باشند. زمانی که یک قوم با استفاده از قدرت 67% یا 70% از مردم ایران رو زیر سلطه فرهنگی و سیاسی و حتی مذهبی خودش قرار بده گذشته است و همه چی امروزه در جهان دیگرگون شده است. و من عرض کنم خدمتون ما در سال 1925 وقتی رضا میرپنج اومد و شیخ خزعل رو دستگیر کرد، حکمران عربستان رو با حیله دستگیر کرد و به تهران برد با همدستی انگلیس، از اون تاریخ تا به امروز این استان هیچ حاکم غیر عربی استاندار عربی به چشم ندید. در سال اواخر 1997 در زمان اصلاحات آقای خاتمی وقتی یه مقدار آزادی و حق انتخاب درستی به مردم دادن، 8 نماینده شورای شهر مرکزی اهواز عرب بودن، ولی بعد که مسئله احمدی نژاد پیش اومد و همه چی به هم خورد
برد و همه چی از بین رفت. امروزه 8 نفر موجود در شورای مرکزی اهواز غیر عربند. نظام چطور با چه زبانی میخواد اینو توجیه بکنه که آزادی هست، دموکراسی هست؟ من فکر کنم اینا چاره‌ای ندارن و یه چالشی در پیش رو دارن و این موج آزادی خواهی و برابری طلبی که در کشورهای عربی امروز موجوده به ایران رسید، نه اینکه برسه، به ایران رسید و به خاطر اینکه عربستان زودتر از مناطق دیگر و اقلیم‌های دیگر این موج در آن شروع شد، به خاطر اینکه همزبان بودن، همقومی بودن با کشورهای عربی است، به خاطر اینکه عربستان در واقع امتداد دموگرافیک همون کشورهای عربی است. اون مردمی که در عربستان و در ساحل شرقی خلیج زندگی میکنن همون قبایل و همون عشایر و همون مردم عربی هستند که در عراقن، در اماراتن، در قطر هستند، در کویت هستند و همه ما فک و فامیل داریم در اون طرفا، اون ور آب. همینطور که مردم کردستان ایران در کردستان‌های عراق، سوریه، کردستان ترکیه اونجا عمق دارن. برای همین خاطر عرض کنم خدمتون این موج برابری طلبی و انقلابی در کشورهای عربی از همون روزنه یا دریچه عربستان وارد ایران شد. و یه چیزی من عرض کنم خدمتون که فرمانده ارتش جمهوری اسلامی چند روز پیش یه چیزی گفتن که ما تمام سرحدات ایران رو در اختیار گرفتیم به جز 2 دروازه، یکی کردستان و یکی عربستان یا به قول خودشون خوزستان، اینا در دست سپاهه. و این نشون میده که نظام و رژیم از این 2 جا و از این 2 دروازه واقعا ترسیده و میدونه که این موج آزادی خواهی و برابری طلبی بالاخره از یه جایی از ایران وارد ایران میشه و در عربستان وارد شد. امروزه جوانان عرب با سینه‌های دست‌های خالی و با شعارهای مسالمت آمیز به خیابان‌ها میریزن، ریختن، شهید دادن، مجروح دادن و خیلیاشون دستگیر شدن، ولی از پا ننشستند و در برابر اون سربازان تا دندان مسلح رژیم واقعا پایداری کردن و مردانه ایستادن و به امید اینکه ملیت‌های دیگر ایرانی به همون طریق و به همون شیوه این اعتراضات خودشون رو شروع بکنن. بله. خب آقای کنانی، با توجه به سرکوب‌ها فکر می‌کنین در ایران اصلا امکان اصلاحات وجود داره؟ در واقع این رژیم قابل اصلاح نیست و هیچ شخصیتی در این رژیم قابل اطمینان نیست. ما دیدیم که چطور با همین مسئله اصلاحات و باندبازی هایی که در داخل خود سیستم کردن، چطور اون حرکت خروشان مردم تهران رو واقعا به بیراهه کشوندن. آقای کروبی میتونست کارهای بیش از این بکنه، آقای میرحسین موسوی همینطور، آقای رفسنجانی همینطور. اینها سر و ته کرباسن، اینها همه در یک کشتی با آقای خامنه ای سوارن و اینا جدا از خامنه ای نیستن. ممکنه اختلافاتی داشته باشن ولی خواهان اصلاح حقیقی نیستن. چرا که اصلاح حقیقی یعنی آزادی دادن به مردم و آزادی انتخاب، آزادی بیان. در نتیجه اینا جایی ندارن در اون آزادی ها، جایی ندارن در اون بیان ها. بنابراین رژیم در واقعا در یک روزهایی عرض کنم خدمتون ناخوشی به سر میبره و یک چالش بزرگی در پیش رو داره، یا بکشه یا بیشتر بکشه یا بیشتر سرکوب کنه که در موقع سازمان‌های بین المللی ساکت نخواهند شد و لیبی بهترین نمونه است.
و یا اینکه آزادی بده که جایی ندارن این آخوندها و جایی ندارن تمام این آدم‌های و شخصیت‌های این سیستم و این رژیم و حتی خود سیستم مرکزی هم جایی در ایران نخواهد داشت. بله آقای اهوازی، آیا با توجه به اینکه مدتی موج اعتراضات در خاورمیانه علل خصوص در کشورهای عربی شروع شده مدتی شروع شده علل خصوص در سوریه این روزها که شاهد هستیم بسیار زیادی از مردم سوریه توسط نیروهای رژیم سوریه از پای در اومدن و تنها خواستار اینن که بهشون آزادی بدن، ولی با وجود اینا آزادی داده نمیشه و مدام سرکوب میشه و شیوه جمهوری اسلامی در واقع در سوریه هم داره استفاده میشه. آیا ارتباطی بین تظاهرات ملت عرب اهواز با کشورهای عربی منطقه وجود داره به نظر جناب عالی؟ اگر این ارتباط از نظر تاثیرگذاری آدم نگاه بکنیم، یعنی تاثیرات سیاسی به اصطلاح پولیمیکی، آره میشه گفت که تاثیر داره، ولی هر کشوری شرایط خاص خودشو داره. حتی کشور عربی هم خودشون در بین خودشون هر کدوم شرایط جغرافیایی، سیاسی و حتی اجتماعی خاصی دارن و به همین دلیله که می‌بینیم که شروع به اصطلاح اعتراضات مردمی در کشورتون تفاوت داره، در مصر تفاوت داره، در سوریه و همچنین در لیبی و در یمن. اما مسئله رو که نباید از این فراموش کرد، تاثیرگذاری سیاسی در این دنیای انفرماتیک، در این دنیایی که الان شده تبدیل به یک دهکده شده و خبرها ثانی از 10 ثانیه از این شرق کره زمین به غرب کره زمین میرسه، با خودش به اصطلاح ندایی را داره که مردم رو وادار میکنه نیروهای سیاسی اجتماعی را به خصوص در کشورهای دیکتاتور زده و خفقان آوری چون سوریه، ایران یا لیبی و جاهای دیگه باعث میشه که مردم به اصطلاح به خود بیان و از خود بپرسن مگر از دیگران چه کم دارن و چرا باید، مثلا در آنچه که سوال کردید راجع به مردم اهواز، الان جوانان عرب اهوازی الان سالهاست مردم اهواز از خود میپرسن چرا در حینی که روی دریای از نفت گاز خوابیدن اما بیکاره، چرا در حینی که ثروتمند هستش اما در همان آن فقیره، چرا در حینی که روی ثروت گاز و نفت خوابیده قادر نیست شکم خانواده‌اش رو سیر کنه، چرا وقتی که این همه ثروت داره نمیتواند حداقل امور سیاسی و یا زندگی خودش رو به اصطلاح پیش ببره. و تمام این سوالات وقتی که باز میشه تبدیل به یک نیروی مادی میشه در فکر جان افراد که به همون به اصطلاح ندای آزادی میرسند که این به اصطلاح انقلاب انفرماتیک که در دنیا به اصطلاح به لرزه افتاده در آورده و به خاورمیانه رسید، به کشورهای عربی رسید و به طبع از اونجا که تقریبا قریب به اکثر مردم عرب اهواز بالاخره از طریق ساتلایت ها و تلویزیون های فضایی ارتباط میگیرن با دنیای عرب رو میشناسن، خب تاثیرگذاری میگیرن و طبعا این تاثیرگذاری باعث میشه که مردم به خیابان ها بیان اعتراضات دموکراتیک خودشون رو پیش ببرن و یاد بگیرن از دیگر کشورها که چطوری به چه شکلی با توجه به تمام خطراتی که میتونه داشته باشه، با توجه به اینکه میدونن کشته میشون، چون که همینطور هم شد به خیابان ها میره شعارهای دموکراتیک و مسالمه‌آمیز برای فقط نان آزادی سر میدن. اما در سوریه شما نگاه بکنید تا امروز طبق تمام گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و مستقل نزدیک بر اساس 16 ماست که اعتراضات در سوریه پا گرفت، بیش از 350 نفر آدم کشتن و شیوه کشتار دقیقاً به شکلی در میاد که به شیوه‌های این به اصطلاح در ایران و در اهواز الان رخ داره میده و الان مشخص شد، معلوم شد و حتی سازمان‌ها به اصطلاح مستقلاً اعلام کردن که وجود سپاه پاسداران و گردان‌های به اصطلاح حزب الله که تحت تسلط سپاه قدس ایران هستند در سرکوب مردم سوریه دست داشتن و تعدادی هم در شهر درعا و لاذقیه هم 2 نفر رو مردم دستگیر کردند که به اصطلاح ایرانی هستند و احتمالاً هم سپاه قدس هستند، چرا که به قول خودشون این فارسی به اصطلاح عربی تکلم که بعد فهم متوجه شدن که ایرانی هستند. خب تمام این سیاست به این دلیل هستش که بتونن، چرا که مسئله اینقدر عمیق در مثلا این اعتراض و این به اصطلاح عمق تحرکات مردمی
که تأثیر سقوط سوریه میتواند به شدت باعث تاثیرگذاری بیش از آنچه که الان ما میبینیم از طریق انقلابات کشوروی سوریه اهمیت خاصی برای ایران داره و میدانیم که سقوط سوریه سقوط کلیه به اصطلاح نفوذ ایران در کشورهای عربی در فلسطین و لبنان خواهد بود. یعنی دیگر به حداقل خواهد رسید و دیگر توانایی این قدر و قدرت که الان ایران در خاورمیانه داره دیگر نخواهد داشت. به همین دلیل سوریه یا نظام سوریه برای رژیم ایران، دیکتاتوری نظام ایران اصلا قابل تصور نیست که سقوط بکنه، چرا که میدانن در صورت صدمه خوردن و یا سقوط بشار اسد به کلی همه چی متلاشی میشه در سوریه و اون مساوی است با از دست دادن کلی قدرت و یا دست دراز ایران در لبنان و در فلسطین و کنترل حماس و حزب الله هم به کلی از دست اونها خارج خواهد شد، چون دیگه قاعده چون میدانید که تمام تحرکات انتقالات لوجستیکی و تاکتیکی به حزب الله تقریبا 80-70% از طریق سوریه انجام میگیره. به این دلیل انقلاب یا به اصطلاح تحرکات مردم اهواز و یا در سوریه یکی بر دیگری تاثیر میذاره و مشوقی هستش برای مردم و اون به اصطلاح فقرایی که خواهان آزادی اجتماعی و سیاسی و حتی به رسیدن به یک زندگی با کرامتی هستند و این حق مسلم هر انسانی است که و حق و باید تمام سازمان‌های سیاسی، تمام سازمان‌های بشری از به اصطلاح مردم اهواز و مردم سوریه هر کسی که برای آزادی مبارزه میکنه دفاع بکنن. بله آقای کنانی، جناب عالی به عنوان آخرین سخن آخر فکر میکنین وضعیت خاورمیانه به کجا خواهد رفت و کوتاه دلیل شدت سرکوب در کردستان، اهواز، بلوچستان و بخشی از آذربایجان در چیه؟ عرض کنم خدمتون آینده خاورمیانه از اون انقلاب هایی که در تونس شروع شد و همکنون در مصر پیروز شد و همکنون در یمن تقریبا به نتیجه داره میرسه و در سوریه و لیبی به شدت هنوز ادامه داره. معلومه و مشخصه که جوانانی که واقعا این تغییر و این دگرگونی رو شروع کردن نه عرض کنم خدمت دیگر ستیزن و نه اینکه وابسته به سازمان‌های رادیکال اسلامی هستند و نه اینکه شعارهای افراطگرای قومی دارند. جوانانی هستند که میخواهند همچون جوانهای کشورهای مترقی از حقوق خود برخوردار باشند و این مسئله در مصر و در تونس واقعا ثابت شد. خیلی از سازمان‌هایی که فعال بودند و اسلامگرا بودند وقتی به اونجا رفتن با اون جوانان و اون مردمی که در میدان‌ها بودند واقعا خود رو فاصله دار دیدن و فهمیدن که این جوانان دیگر اون جوانانی نیستن که با اینها میشه بازی کرد و میشه که بر اینها حکومت کرد. اینها خواهان عدالت انسانی بر هم دیگر است، خواهان قوانین مدنی و جامعه مدنی مترقی هستند. فکر کنم خاورمیانه به اون سو داره میره که کشورهای قانونمند و با جامعه‌های مدنی و حکومت‌های دموکرات پیش میرن و قومیت‌ها و اقلیت‌های دینی و مذهبی قومی و مذهبی در این کشورها 100% به حقوق خودشون خواهند رسید. ایران آخرین سنگر دیکتاتورهای خاورمیانه است. سوریه وقتی فرو بپاشه یا سیستم در سوریه فرو بپاشه ایران فکر کنم ستون فقرات خودش رو از دست خواهد داد و چیزی که بیشتر الان ایران رو میترسونه همون سقوط نظام حافظ اسد یا بشار الاسد در سوریه است و چیزی که رژیم واقعا الان از اون ترسیده اون است. خواست
ملیت‌های موجود در ایران و به اعتراضات آنان فکر کنم در مرحله 2 میرسه، به خاطر اینکه رژیم اونا رو قادر سرکوب کنه. منتها چیزی که در سوریه داره اتفاق میکنه اون نمیتونه 100% اونجا رو سرکوب بکنه و به نفع بشار اسد ببره. در نتیجه من فکر کنم ایران آخرین سنگر دیکتاتورهای خاورمیانه خواهد بود و این سنگر 100% خواهد ریخت، 100% تسلیم خواهند شد این آخوندها و از اون بالا به زیر کشیده خواهند شد و در آینده نه چندان دور ما کشوری غیر متمرکز، دموکراتیک و فدرال خواهیم داشت و بتونیم در کنار همدیگر به حق تعیین سرنوشت ملیت‌های خودمون برسیم و این گفتمان کهنه پرستی و غیر انسانی و دیگر ستیزی که از بدو پهلوی اول شروع شد و تا به امروز اینا با رنگ و بوی ملی و مذهبی دارن اون ادامه میدن، به آخر خودش برسه، خط خودش برسه و همه ایرانی ها و همه قومیت ها و ملیت های موجود در ایران و همه فرهنگ ها از حقوق خودشون برخوردار باشن. بله، خیلی ممنون آقای کنانی، دبیر مرکز پژوهش عربستان ایران. با تشکر از شرکت جناب عالی در این برنامه. آقای اهوازی، به عنوان سخن پایانی در این برنامه چی میخواین بگین؟ 2 دقیقه وقت دارین به جوانان ایران، به جوانان ملت عرب در اهواز و حکومت جمهوری اسلامی میخواین چی بگین در واقع؟ میخوام این ندا رو بدم و این به اصطلاح آوار رو بدم به تمام مردم ایران و به خصوص جوانان کرد و عرب و بلوچ و هر کسی که برای آزادی و خواهان حداقل آزادی هستش بگم که موجی که در خاورمیانه شروع شده این پایانی نداره و راه برگشتی نداره و محال ممکن است که به زمانهای 20 سال 10 سال حتی 1 سال پیش برگردیم و این ندا آزادی خواه ناخواه این حکم جهانی، حکم به اصطلاح منطق تاریخ داره پیش میاد و ایران را خواهد گرفت و همونطور که دوستمون گفت سنگر ایران هم بعد از سقوط سوریه به شدت به صدمه خواهد و مردم ایران همگی بدانند هیچ چیز ابدی نیست. آنچه هم به قول گفتنی در دین هم آمده، به قول یکی از محققین دینی، ظلم کفر ممکنه بمونه با ادامه بزنیم ولی ظلم هیچ وقت بقا نخواهد داشت و ظلم سقوط خواهد کرد. آنچه که در ایران وجود داره همین ظلمی است که به زودی شاهد سرنگونی اون هم خواهیم بود. بله، خیلی متشکر آقای یاسین اهوازی. با تشکر. در پایان لازمه که یادآوری کنیم خانم شیرین عبادی، گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و کنگره ملیت‌های ایران فدرال و بسیاری دیگر از سازمان‌های حقوق بشری این جنایت و سرکوب‌های مردم عرب اهوازی را محکوم کردند. تا دیداری دیگر و تا برنامه صفحه دیگر همه شما را به خدا میسپارم. بدرود.